بسم الله الرحمن الرحیم. سورة یوسف علیه السلام، آیه مبارکه 79 الی 86، صفحه 245. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال در ادامه داستان حضرت یوسف علیه السلام در اینجا بیان میکنه که زمانی که بنیامین را حضرت یوسف علیه السلام با خود گرفت و حیله شد که جام پادشاه پیشش برآمد، برادرها عذر کردند که اگر عوض از او یکی از ما را بگیری. حضرت یوسف علیه السلام گفت خود ظلم میشه که جرم را کسی بکنه و در عوض کسی دیگه گرفته شود. و برادرها با هم مشوره میکنن و ناامید میباشند. بزرگشان برشان میگه که موضوع را به پدر که حضرت یعقوب علیه السلام هست باید بگوییم که بنیامین سرقت کرده و به او خاطر عزیز مصر را با خود گرفته. زمانی که موضوع را به حضرت یعقوب علیه السلام میرسانند، یعقوب نبی میگه باز هم نفستان برتان کارتان را مزین ساخته و من صبر جمیل میکنم. الله متعال پاداش بر من نصیب میکنه و از حزن و غم و اندوه فرزندان چشمان حضرت یعقوب نبی کمبین میشه و رو میگردن از فرزندان. الله متعال امی داستان را ایجاد ذکر میکنه و میفرماید قال گفت حضرت یوسف علیه السلام معاذ الله، به الله متعال پناه میبرم، ان نأخذ این که بگیرم من، الا مگر من وجدنا کسی را که پیدا کردم آنجا متاعنا متاع خود را عنده نزد او، یعنی بنیامین را میگیرم که در بار از او جام ما بوده. اینا اذا لظالمون، اگر عوض بکنم آنگاه از جمله ظالما میشم. فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا، فلما پس وقتی که استیأسوا ناامید شدن برادران یوسف علیه السلام منه از آن، خلصوا نجیا اینا با هم به مشوره پرداختن. قال گفت کبیرهم، کلان از اینا که رومین نام داشت، علم تعلموا، آیا نمیدانید، ان اباکم که به تحقیق پدر شما، قد اخذ علیکم گرفت از شما، موثقا من الله عهد محکم از جانب الله که باید در حق بنیامین خیانت صورت نگیرد. و من قبل و قبل از این ما فرطتم فی یوسف، شما کوتاهی کردین در حق حضرت یوسف علیه السلام. فلن ابرح الارض، من ارگز نمی روم از سرزمین مصر، حتی یأذن لی ابی، تا که پدر من بر من اجازه نده، اجازه خروج از اینجا، او یحکم الله لی، یا که الله فیصله نکنه در مورد من، و هو خیر الحاکمین، و او بهترین فیصله کننده است. من می باشم تا بنیامین با خود ببرم. برادر کلان به اینا میگه که ارجعوا بروین شما الی ابیکم، به سوی پدرتان، فقولوا پس بگوین برای پدر که یعقوب نبی هست، یا ابانا ای پدر ما، ان ابنک سرق، فرزند تو دزدی کرده، و ما شهدنا، و ما گواه هستیم، الا بما علمنا، با آنچه که به ما علم آموخته شده، و ما کننا نبودیم ما للغیب حافظین، برای آنچه که غیب بود حفاظت کننده، یعنی با تو تعهد کردیم اما غیب را نمیفهمیدیم که چی میشه. واسأل القریة التي، سؤال کن از او قریه‌ای که آل نام میخوان به خاطر براعت خود ثبوت و شواهد را جمع بکنن. به یعقوب علیه السلام فرزندانش میگه واسأل القریه، سؤال بکن از او قریه، التي كنا فیها، که بودیم در آن، یعنی از مصر هم میتونی از او مردم پرسان بکنی
والعیر التي و او کاروانی که اقبلنا فیها با او رفتیم ما، هم کسانی که امرای ما در کاروان بودن از اونا پرسان بکنین. و انا لصادقون و ما راستگو هستیم و دروغ نمیگیم. قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام بل سولت لکم، بلکه آماده و مهیا کرده بر شما، مزین کرده انفسکم امرا، نفسای شما کار را، مطابق به نفستان کار کردیم. فصبر جمیل، پس صبر جمیل میکنم، صبری که دو او ناله نبوده باشه. عسى الله، امید است که الله متعال ان یأتینی، بیارد بر من بهم جمیعا، همشان را، ام یوسف پیدا بکنم ام بنیامین پیدا بکنم. انه اراینا الله متعال هو العلیم الحکیم، ذات دانا و با حکمت استم. و تولا عنهم، و رو گشتان از فرزندان یعقوب علیه السلام. و قال گفت یا اسفا و علی یوسف، بر یوسف آه و ناله داشت که یوسف یادش آمد. و بیدت عیناه، و صفی شد چشمان حضرت یعقوب علیه السلام. من الحزن، از حزن. فهو کظیم، و دلش پر شد، یعنی فرزندانش در ذهنش آمد. قالو گفتن فرزندان تالله، قسم از بالله متعال، تفتأ تو تذکر یوسف حتی تکون حردا، یاد میکنی تو همیشه یوسف را تا زمانی که مریض شوی، او تکون من الهالکین، یا از هلاک شدگان شوی، چرا خود را اذیت میکنی؟ قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام انما اشکو، اراینما شکوت خود را، شکایت خود را، بثی و حزن، پریشانی و غم خود را، الله، به الله میکنم. و اعلم، و میدانم، من الله، از جانب الله متعال، ما لا تعلمون، چیزی را که نمیدانید. بعدا ادامه داستان ذکر میشه که موضوع آشکار میشه که اینا در حق یوسف علیه السلام خیانت کرده بودند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.